دوستان عزیزم، درود و مهر. امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز اومدم با آموزش یه فینگر فود خیلی خوشمزه به نام راتای مرغ که خیلی راحت و سریع درست میشه. بریم که با هم دیگه درستش کنیم. مواد لازم: سینه مرغ 400 گرم، جعفری به مقدار لازم، پنیر خامه‌ای 100 گرم، سیب زمینی 2 عدد متوسط و سس مایونز 3 قاشق سوپخوری. و من برای تزیینش از گوجه گیلاسی و زیتون استفاده می کنم که شما میتونین از کاهو هم در کنارش استفاده کنید. حالا سینه های مرغی که از قبل پختیم و میریزیم داخل کاسه ای و شروع میکنیم به ریش ریش کردن که من از همزن برقی استفاده کردم و کاملا یک دست واسهتون ریش ریش میکنه. خب حالا سینه مرغ رو میذارم کنار و شروع میکنم به ریز کردن سیب زمینی که باید به صورت نگینی ریزشون کنیم و خیلی خیلی ریزم نکنید، یه خورده درشتر باشه، چون برای این فینگر فود راتا موادتون کمی درشتر باشه بهتر. خب من سیب زمینیامو کاملا ریز کردم و ریختم داخل ظرف و حالا شروع میکنم به خرد کردن جعفریام. برای این فینگر فود شما میتونید از شویدم استفاده کنید، ولی من از جعفری استفاده کردم. به نظرم طعمشو خیلی خوشمزه تر و خوشت رو بوتر میکنه، ولی اگر جعفری دوست نداشتین میتونین از شوید استفاده بکنید. خب کاملا باید جعفریامونو ریز ریز کنیم و حتما جعفریاتون رو وقتی که شستیم بذارین کاملا آبش بره و خوش باشه. بعد از اون شروع کنیم به ریز کردن. خب من جعفریامو کاملا ریز کردم و ریختم داخل ظرف و سس مایونز پنیر خامه ایرم بهش اضافه کردم و من برای چاشنی این فینگر فود از فلفل سیاه و نمک استفاده کردم و نیاز به هیچ ادویه دیگه ای نداره و اگر زمان پخت مرغتون بهش نمک زدید دیگه الان نیاز به نمک نداره. خب و شروع میکنم به هم زدن تا کاملا موادم با هم دیگه ترکیب بشن و یک دست بشه. خب من اینجا موادم کاملا با هم دیگه ترکیب شدم و با رینگی که دارم نون توست و قشنگ برش میزنم و شما میتونین از رینگ های کوچیکتر برای مهمونیاتون استفاده کنین که به صرفه تره. و اینکه من اینجا از یک نون توست استفاده کردم، شما میتونید 2 تا 3 تا نون توست رو هم بزنید و برش بدید. من اینجا از یکی استفاده کردم و باقی رو هم موادشو میریزم و وقتی که دارید موادتون رو میریزین حتما با پشت قاشق حالت فشردش کنید. می‌بینی کاملا حالت فشرده. اگرم که دوست نداشتید موادش زیادتر باشه میتونید از 2 تا نون استفاده کنید و موادتون رو تا نیمه بریزین، ولی من از یک دونه نون استفاده کردم و تا آخرم کاملا موادم رو پر میکنم. ببینید با هر بار ریختن کاملا فشردش باید بکنید.
خب وقتی که کاملا رینگمون رو پر از مواد مرغی کردیم، من روش یه قاشق چایخوری سس مایونز زدم و این اختیاریه، میتونین نزنین اگه دوست نداشتین، ولی من قشنگ با سس مایونز سطحش رو صاف کردم و همچنین رینگ بعدی رو سس میزنم و صافش میکنم. خب بعد از این مرحله ببینید من بعد از اینکه کاملا این قالبم رو پر کردم، ببینید به راحتی در میاد، ولی بهتره که تقریبا نیم ساعت تا 45 دقیقه بذارید داخل یخچال تا مواد کاملا خودشو بگیره و سرد میشه و خوشمزه تر میشه. ولی ببینید من اینجا برای که به شما نشون بدم، همین توی مرحله ببینید به راحتی در میاد و برای مهمونیاتون بهتره از این قالب‌های کوچیک‌تر استفاده بکنید و به صرفه تر هم هستش. خب من توی حال این مرحله با گوجه گیلاسی و زیتون تزیینش میکنم و شما میتونین از کاهو هم در کنارش استفاده بکنین، کاملا سلیقه‌ایه. این فینگر فود بسیار خوشمزه و خیلی راحت، اگه زمان کافی ندارید اینو میتونید به راحتی و سریع درستش کنید و خیلی هم خوش‌طعمه. امیدوارم که درست کنین و از خوردنش لذت ببرید. و بقیه رو هم دوباره گوجه و زیتون میذارم و بعد از تزیین کردن میریم که نتیجه کارمون رو ببینیم. ممنون از اینکه همراه من بودید و ممنون میشم منو به دوستان خودتون معرفی کنید و کانال منو سابسکرایب کنید. این هم پایان کار ما تا آموزش های بعدی. خدا یار و نگهدارتون.